مراحل پخت خورش سیب برای 5 نفر: سیب 7 عدد، نصف مرغ، لپه نیم پیمانه، شکر نیم پیمانه، سرکه 1 استکان، ادویه به مقدار دلخواه، رب 2 قاشق غذاخوری و زعفران مایع. در ادامه مراحل پخت را به شما توضیح خواهم داد. ازتون میخوام کانال مجید آدرین رو دنبال کنید تا بتونم دستورات تهیه غذاهای بهتری رو برای شما عرضه کنم. سیب ها را برش زده و در یک قابلمه ریخته و در روغن تفت میدهیم. لپه ها را در آب میپزیم. سپس لپه پخته شده را با 1 لیوان آب جوشیده روی سیب ها میریزیم و رب را که از قبل آماده کرده ایم به آن اضافه میکنیم. مرغ را به همراه نمک و ادویه سرخ کرده و به آن پیاز اضافه میکنیم و در مرحله آخر با افزودن مرغ سرخ شده، شکر و سرکه به خورش آن را 45 دقیقه روی حرارت ملایم میگذاریم. خورش سیب ما آماده است. نوش جان. لطفاً فراموش نکنید کانال ما را سابسکرایب کنید.